ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 میلیون سال 2024 از آشکار شدن 6 حالت به نابالغان فروختن مشروبات تنها در ناحیه شاهمنصور پایتخت تاجیکستان خبر داد. گفته می شود کارمندان میلیسای پایتخت با مقصد آشکار کردن و پیشگیری فروش غیر قانونی مشروبات و محصولات تماکو عملیات مقصدناک سنجشی میگذرانند و در نتیجه سنجش در دوام یک هفته آخر تنها در حدود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا 6 حالت به نابالغان فروختن مشروبات آشکار کرده شد. از جمله شهروندان نفسوف بنیاد، فردوس محمد نظر، بیکوف صدیق، خلیفه زاده فدیدون، اکرام‌الدینوف جلال‌الدین و غفوروف عبدالفیض همش ساکنان شهر دوشنبه دیده و دانسته به نابالغان مشروبات را به فروش گذاشته با مقصد به دست آوردن منفعت ناچیز طلبات قانونگذاری کشور را صرف نظر کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به نامبردگان طبق طلبات ماده 464 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده آنها را جریمه بستند. بسیاری از این کار استقبال کرده از مقامات خواستند که به نابالغان فروختن ناس را نیز قانونا منع کنند.